بچه‌های تیم سوالا رو ندارن و ما میخوایم یه چند تا سوال در مورد استانبول بپرسیم ببینیم که کدومشون اطلاعاتشون بیشتره. بچه اولین سوال، مسجد معروفی که داخلش کاشی‌های آبی رنگ داره اسمش چیه؟ $1000 بردم. سوال دوم، بزرگترین مرکز خرید استانبول که آکواریوم معروفی هم داره کدومه؟ فلوریا. سری گفت میکروفون دست منه. سوال بعدی، اولین ایستگاه قطار استانبول که در دوران عثمانی برای اتصال به اروپا ساخته شد کدومه؟ تاریخی قشنگ. ایستگاه راهن حیدرپاشا. کاخ عثمانی که قبل از ساخت کاخ دلماباهچه اقامتگاه اصلی سلاطین عثمانی بود کدومه؟ خیلی معروفه. نفوس مسکن. توپکاپی. آفرین. نام قدیمی ترین رستوران کوفته‌چی استانبول. تاریخی سلطان احمد کوفته‌چی. اینا رو ما از کجا واقعا بدونیم؟ هر کسی که سوالایی رو که بچه‌ها نتونستن جواب بدن توی کامنت برای ما بنویسن به قید قرعه جایزه رو برنده میشن.